امروز مقابله با اتباع غیر مجاز در شهرستان ری مثل مقابله کردن در زمان جنگه، مثل زمانی است که اسلحه به دست گرفتن بچه‌های ما و رفتن شهید شدن. اطراف خانواده های ما مینگذاری شده، مینگذاری های اخلاقی، مینگذاری های اجتماعی، مینگذاری های اقتصادی. بیدار شید بچه های ری، مدیران ری. اتباع مجاز هنجار شکن هم در شهرستان ری 100% وجود و حضورشان تهدید است و اولین اولویت امنیتی شهرستان ری برای بنده به عنوان خادم مردم در حریم حرم حضرت سیدالکریم و به عنوان رئیس شورای تأمین و اعضای شورای تأمین اولین اولویت امنیتی ما برخورد با افراد و اتباع غیر مجاز حاضر در شهرستان.